أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلی الله علیه و سلم. در آیت 47 هستیم، سپاره 24 سوره المؤمن. مؤمن هم میگن، غافر هم میگن. در این سوره هستیم و شما آیت 47. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ و هنگامی که یتحاجون فی النار. در درس گذشته آیت قبلی ما شما خواندیم که النار یعرضون علیها غدوا و عشیا. در این آیت شریف الله متعال فرمود که ما شما دیروز خواندیم که آتش دوزخ پیش کرده میشه بالای می دوزخی ها غدوا صبحگاهان و عشیا و شامگاهان. ای در قبر است و گفتیم که آیت شریف دلالت میکنه به عذاب قبر در قرآن، یعنی ایمان داشتن به عذاب قبر نظر به آیات قرآنی و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. و یوم تقوم الساعة، و روزی که قیامت باز شود، ادخلوا آل فرعون، باز الله متعال میگه که داخل کنید فرعونی ها را. چی فرعونی های عصر موسی علیه السلام باشه و یا هم کسانی که پیروی از طواغیت فرعونی هر عصر میکنه. اشد العذاب، در سختترین عذاب که دوزخ است. و اذ یتحاجون، و هنگامی که مجادله و گفتگو میکنن امی فرعونی ها طاغوتی ها مردم های بیدین فی النار، در آتش دوزخ. فیقول الضعفاء، پس هم انسان های ضعیف، رعیت، اعضای احزاب طاغوتی، یا میگن للذین استکبروا، بر کسانی که تکبر کردن به قرآن و سنت، استکبار کردن به شریعت الله و به عوض شریعت الله قوانین دیگی بر از اینا ساخته بودن و اونا از او پیروی میکردن. اینا پیروایشان برشان میگه که اینا کنا لکم طبعا، ما خب پیرو شما بودیم، تابع شما بودیم. فهل انتم مغنون عنا، پس آیا شما میتوانین که مغنون یعنی دور کنین، منفعت برسانین، عنا از ما، نصیب من النار، یعنی قسمتی از آتش دوزخ از ما دور بسازین، ما خود تمام زندگی مطابق حکم شما و قانون شما و اندیشه شما زندگی میکردیم. قال الذين استكبروا، رهبریت طاغوتی، متکبرین، انسانهای جابر، فرعونی ها، فرعون صفت ها، یا چی میگن؟ اینا کل فیها، ما کل ما دمی آتش دوزخ هستیم دیگه، خود ما هم دوزخی هستیم، خود ما هم در دوزخ رفتیم. ان الله، یقینا که الله متعال قد حکم بین العباد، و حکم نموده هست در بین بنده ها. پس عذاب شما با اساس حکم الله هست. و قال الذین، آلی که دلشان از رهبریتشان سیاه میشه، چون اینا در دنیا هم همین قسم بودن، هر طرف دست منداختن، در بین دوزخ هم گاهی رهبریت هم میگه که شما خود ما را گمراه ساختین، کدام زر عذاب ما را میتارین بگیرین. باز میگن و قال الذین فی النار، و همی کسایی که در آتش دوزخ هستن، یا لخزنت جهنم، چی میگن؟ برای خازنین دوزخ میگن لخزنت جهنم دعو، بر از نام میگن که ادعوا ربکم، شما طلب بکنین، دعا بکنین بر ربتان، یخفف عنا یوما من العذاب، که تخفیف بکنه بر ما یک روزی هم از عذاب. قالو، ای خزانه دوزخ، نگهبانا و کسایی که خدمتگارا هستن در دوزخ، اونا میگن اولم تأتیکم رسولکم بالبینات، آیا بر شما پیغمبرانتان دلایل روشن ناورده بود، کتاب نبود، سنت نبود؟ قالو، میگن بله بلی بود. قالو فدعو، میگه خیلی خودتان دعا بکنین. و ما دعا الکافرین الا فی ضلال، اما دعای کافران در تباهی و گمراهی است. کافر هر قدر دعا بکنه، دعای از او کدام منفعتی برش رسانده نمیتونه. اینا یقینا که ما، الله متعال میگه با عظمت خود و قدرت خود، لننصر، نصرت و کمک میکنیم
مدد میکنیم رسولنا به پیغمبران خود، والذین آمنوا و کسانی که ایمان آورده با اونا هم نصرت میکنیم، فی الحیات الدنیا هم در زندگی دنیا، و یوم یقوم الاشهاد و هم در روزی که استاده شوند امو شاهدان و گواهان. یوم روز قیامت روز است که لا ینفع الظالمین معذرتهم که منفعت نمیرسانه بر ظالما عذرخواهی و معذرت خواهیشان، و لهم اللعنه الله متعال میگه بر از اینا لعنت است، و لهم سوء الدار و بر از اینا بسیار خرابی منزل و جایگاه است، جایگاهشان هم بسیار زشت است. ولقد آتینا موسی الکتاب الله متعال میگه یقینا ما دادیم بر موسی علیه السلام الهدى هدایت را، و اورثنا و به میراث گذاشتیم بنی اسرائیل. به بنی اسرائیل چی را میراث گذاشتیم؟ میراث الهی الکتاب است، میراث پیغمبران کتاب است که این کتاب هدن هدایت بود و ذکر و نصیحت بود لأول الالباب، برای مردمایی که صاحب عقل و صاحب فکر و صاحب قلب روشن هستند. فاصبر پس صبر کنی رسول الله صلی الله علیه و سلم. ان وعد الله حق یقینا که وعده الله حق است. واستغفر لذنبک و طلب مغفرت بکن لذنبک برای گناه های خود، و سبح بحمد ربک. طبعا رسول الله صلی الله علیه و سلم گناهی نمیکرد، پیغمبر معصوم است، لکن وقتی خطاب به رسول الله صلی الله علیه و سلم میشه خطاب بر ما و شما هست که ما و شما در قسمت مصیبت ها صبر بکنیم. وعده الله حق است. استغفار امر میکند الله که شما طلب مغفرت بخواین لذنبک برای گناه هایتان، و سبح و تسبیح گفتن و ذکر الله به حمد الله در شامگاهان بالعشی، شامگاهان و والابکار و صبحگاهان، این هم امر الله هست. ان الذین یقینا کسانی که یجادلون فی آیات الله مجادله و جر و بحث و گفتگو مناظره میکنند فی آیات الله در حقانیت آیات الله که قرآن عظیم الشان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، و این مجادلهشان به اساس کدام دلیل نیست بلکه بغیر سلطان اتاهم، بدون کدام دلیل و حجتی که بر از اونا اتاهم آمده باشد برشان، یا مجادلهشان غیر علمی و غیر منطقی و بدون کدام سند است. ان فی صدورهم الا کبر، این جر و بحث از اونا به خاطر ازی هست که نیست در صدرهایشان، در دلهایشان و قلبهایشان الا کبر، مگر کبر و غرور. ما هم به بالغی که اونا به او رسیدن نمیتانند. فاستعذ بالله، پس تو پناه به الله ببر. اینا مشرکین مردمای بیدین گاهی به طاغوتا که رهبرانشان هستن فرعونی ها پناه میبرن، گاهی به جن ها پناه میبرن، گاهی به شیطانای انسانی و گاهی به شیطانای جنی، و حتی گاهی به مهره پناه میبرن، گاهی به قبر پناه میبرن، گاهی به مجسمه پناه میبرن، گاهی به اسپند و بربو و گاهی هم به درخت و گاهی هم به سنگ و سنگهای مختلف پناه میبرن و از اونا کمک میخواین. ای رسول الله صلی الله علیه و سلم و ای شخصی که تو پیرو رسول الله صلی الله علیه و سلم هستی، فاستعذ بالله، تو فقط پناه بخواه به الله. انه یقینا که الله متعال هو السمیع البصیر، هم شنوا هست که دعای تو را میشنوه و هم بصیر است، بینا هست که حالت تو را میبینه. اینا زیاد جر و بحث میکنن در مسائل بعث و خلق کردن انسان ها. الله متعال میگه لخلق السماوات والارض، خلقت آسمان ها و زمین، اکبر من خلق الناس، بسیار بزرگتر است از خلق کردن انسان ها. شما اگر به طرف کائنات، کهکشان ها، نظام شمسی به اینجا نظر بکنین، میبینین که اینا با این بزرگی اینا را الله خلق کرده. پس خلق کردن یک انسان کوچک پیش الله بسیار آسان است. ولکن اکثر الناس، لکن متاسفانه که اکثریت مردم لا یعلمون، نمیفهمن. و ما یستوی الاعمی والبصیر، و مساوی نیست. شما میفهمین که
انسان هایی که چشم دارن لکن قلب نابینا دارن، والبصیر و انسان هایی که قلب روشن دارن و بینا هستن و بصارت و بصیرت دارن، هیچ وقت اینا با هم مساوی نیستن. والذین آمنوا و عملوا الصالحات، و کسانی که ایمان دارن و اعمال صالحه میکنن. ولا المسیء، و همچنان اینا هم مساوی نیستن به همراه مسیء، انسان های بدکار. هیچ وقت اینا با هم مساوی شده نمیتونن. قلیل ما تذکرون، شما بسیار کم پند میگیرین. ان الساعت، یقینا که ساعت یا لحظه که قیامت میشه، لآتیتون، و آمدنی هست. لا ریب فیها، هیچ شک در آن نیست. لکن اکثر الناس، اکثریت مردم، لا یؤمنون، ایمان نمیارن. وقال ربکم ادعونی استجب، وقال ربکم، وقال و گفت ربکم، رب شما امر کرد که ادعونی، دست دعا فقط به بارگاه من بلند کنید. ادعو فعل امر است، دعا بکنین، دست دعا بلند بکنین. نی، فقط به من. استجب لکم، من اجابت میکنم، لکم، برای شما. پس این توحید در دعا هست که انسان مسلمان باید دست دعا را حتی به ملائکه و پیغمبر بلند نکنه، چرا اونجا مخالفت با این امر الله میشه. الله میگه فقط دست دعا را به بارگاه ما بلند کنین. یا متکلم است، برای ذات واحد یگانه استعمال شده. دی پیغمبرها را، ملائکه را، جنها را، درختها را، قبرها را یا را شریک نسازین. الله متعال میگه استجب. در اینجا علما میگن که ضمیر مستتر تقدیره انا، یعنی ما اجابت میکنم لکم، برای شما. پس مجیب، اجابت کننده دعا الله هست. ان الذین، یقینا کسانی که یستکبرون عن عبادتی، اینه آل کسانی که بغیر از الله و مخلوقات دست دعا بالا میکنن و پیش قبر پیغمبر میرن، بر از او دست دعا بلند میکنن. الله متعال میگه یا مردمای متکبر هستن، در بلند کردن دست دعا به الله تکبر میکنن، به مخلوق مراجعه میکنن. پس دعا عبادت هست. ان الذین، یقینا کسانی که یستکبرون عن عبادتی. ببینین خوب دقیق شوین، در اینجا الله میگه ادعونی استجب لکم. بعد از چی میگه؟ دست دعا فقط بر ما بلند کنین، ما اجابت میکنم. و ان الذین یستکبرون عن عبادتی، و کسانی که تکبر میکنن در عبادت من، یعنی دست دعا را به عوضی که به الله بلند کنن، به ملائکه، به پیغمبر، به چوب، به درخت، به بت، به دیگه بلند میکنن، یا تکبر کردن در عبادت الله. سیدخلون جهنم داخلین، اینا داخل میشه در جهنم. داخلین نگفت، داخلین گفت. چی معنی داخلین؟ یعنی دخول با ذلت. بعضی کسا را که برشان بویی که به قبر پیغمبر دست دعا نکو، روی به طرف قبله دور بتی، برای الله دعا بکو، دست دعا بلند بکو، به قبرها و زیارتها و مخلوقات دست دعا بلند نکو. باز میگه که شما پیغمبر خوش ندارین. پیغمبر خامی آیت قرآن بالای کی نازل شدن؟ بالای امی رسول الله صلی الله علیه و سلم. و امی آیت قرآن کی بر ما نقل داده؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم اینمی عقیدهش بود که خود رسول الله صلی الله علیه و سلم دست دعا را با بارگاه کی بلند میکرد؟ برای الله. و متابعت از طریقی رسول الله صلی الله علیه و سلم سر ما و شما لازم است و فرض است. الله متعال میگه الله او ذات است، الذی ذات است که جعل لكم اللیل، خلق کرد بر شما شب لتسکنوا فیها، تا شما سکون و آرامش در شب داشته باشین. و النهار مبصرا، و روز روشن کرد به خاطر که کار بکنین. ان الله، یقینا که الله متعال ذو فضل علی الناس، بسیار صاحب فضیلت است بر مردم، یعنی زیاد فضل و کرم بر مردم کرده. ولکن مشکل چیز که ولکن اکثر الناس، اکثریت مردم، لا یشکرون، شکر الله را نمیکنن. لا یوحدون، توحید حقیقی را مراد نمیکنن. ذالکم الله ربکم،
همین الله رب شما هست، دیگران رب شما نیست. رب است که بر از عبادت صورت میگیره. خالق و کل شی، خلق کننده هر چیز الله هست. لا اله نیست هیچ موجودی مستحقی که ذاتش عبادت شود و قانون و شریعتش تطبیق شود الا هو، مگر الله. فانا تؤفکون، پس چه قسم شما از عبادت الله منصرف میشین و به دروغ ها متوسل میشین؟ کذالک، این چنین، یؤفک الذین، منصرف میشن یا دروغ میگن، الذین، کسانی که کانوا بآیات الله یجحدون، با آیات الله انکار میکردن. الله الذی، الله او ذات است که جعل لكم الارض قرارا، که زمین بر شما قرارگاه ساخت، آرامشگاه. و السماء، و آسمان را بناء مثل یک سقف ساخت. و صورکم، و شما را صورت و تصویر داد. چون مصور نامی از نامهای الله هست و تصویر کار الله هست، از این خاطر کسایی که زیاد تصویر میگیرن، مشابهت با الله خدا میکنن، بر از اینا سخت عذاب در احادیث گفته شده. و صورکم، و شما را مصور و تصویر صورت داد، شما را صورت بندی کرد شما را. فاحسن صورکم، پس بسیار زیبا ساخت تصاویر شما را، چهرهایتان بسیار زیبا ساخت. و رزقکم من الطیبات، و رزق داد شما را از چیزهای پاکیزه. ذالکم الله ربکم، اینی الله رب شما هست که مستحق است که عبادت شود. فتبارک الله رب العالمین، پس بسیار با برکت است الله که رب العالمین است. در اینجا کلش الله متعال اقسام توحید بیان میکنه. گاهی توحید عبادت، گاهی توحید اطاعت، گاهی توحید ربوبیت، و گاهی هم توحید اسماء و صفات را. هو الحی، الله متعال میگه الله کس الحی، زنده حقیقی هست. لا اله، باز تکرار میکنه توحید الوهیت، که نیست هیچ کس مستحق از که ذاتش عبادت شود و قانونش تطبیق شود الا هو، مگر الله. فدعوه، پس شما دست دعا بر از او بلند بکنین، از او طلب بکنین، به او عبادت بکنین، مخلصین، در حالی که بسیار اخلاص داشته باشین. توحید در نیت، نیتتان 100% برای الله باشه. له الدین، دینداریتان هم خاص برای الله باشه. الحمدلله، زبانه که توحید زبانی انجام میتین، توحید در عبادت زبانی، این هم مراعات بکنین که بگوین الحمدلله رب العالمین، حمد و ثنا و صفت بر الله هست که رب العالمین است، پروردگار تمام مخلوقات. قل بگو بر شانه رسول الله صلی الله علیه و سلم، اینی نهیت، من نهی کرده شدیم، منع شدیم، ان اعبد الذین، که عبادت بکنم، الذین، او کسانی را که تدعون، شما عبادت میکنین، من دون الله، بغیر از الله. لما جاءنی البینات، چه وقت منع شدم؟ وقتی که بر ما امی دلایل روشن، قرآن و سنت، وحی خفی و وحی جلی بر ما آمد، من ربی، از جانب پروردگارم. و امرت، و همچنان امر شدم، ان اسلم لرب العالمین، که تسلیم باشم به رب العالمین. هو الذی، و ذات است که خلقکم من تراب، شما را از خاک خلق کرد، اصلتان از خاک است. ثم، باز نسلتان من نطفه، از نطفه هست، قطرات از آب. ثم من علقه، باز این نطفه که از این کروموزوم های جنسی گرفته میشه، باز اینا تشکیل میشن به شکل علقه، یک خون جمع شده. ثم، بعد از اینکه مراحل دیگی از این طی میشه در رحم مادر، یخرجکم طفلا، شما را خارج میکنه به شکل یک طفل. ثم، سپس لتبلغوا اشدکم، تا برسین به اشدکم، جوانیتان و قوتتان. ثم، سپس لتکونوا شیوخا، باز مشایخ و پیرها و ریش سفیدا شوین. و منکم و بعض از شما
من کسایی می باشند که یتوفا وفات میکنه من قبل و پیش از این، ولتبلغوا و یا تا برسین شما اجلا مسمى به مو وقت مقرر، ولعلکم تعقلون و شاید که شما از عقلتان کار بگیرین. هو الذی، الله ذات است که یحیی و یمیت، زنده میکند و میمیراند. فاذا قضى امرا، وقتی که فیصله کرد الله یک کاری را، فانما یقول له کن فیکون، پس الله متعال با یک امری که کن است که شو فیکون می شود. پس الله را تشبیه نکنین با انجینیرها و کسایی که دیگه چیزها را می سازن. الم تر الی الذین، آیا ندیدی رسول الله صلی الله علیه و سلم اشخاص را که یجادلون فی آیات الله، که مجادله میکنند در آیات الله، انا یصرفون، که کدام طرف اینا منصرف کرده میشوند، برگشتانده میشوند. الذین کذبوا بالکتاب، الذین، آنانی که کذبوا تکذیب کردن بالکتاب، به کتاب الله، و بما ارسلنا به رسولنا، و با آنچه تکذیب کردن که فرستادیم با آن پیغمبران ما را. فسوف یعلمون، ان شاء الله اینا باز میدانند، اذ هنگامی که الاغلال و زنجیرها به شکل طوقها باشه، این زنجیرها اعناقهم، در گلوهایشان، در گردنهایشان، و السلاسل و زنجیرهای دیگی که در دستا و پاها و دیگه احسای بدنشان می باشه. یسحبون، کشانده می شوند، فی الحمیم، در آب گرم، ثم فی النار یسجرون، باز در آتش دوزخ سوختانده می شوند. ثم قیل لهم، باز گفته می شود شما این ما کنتم تشرکون، کجاست ما کنتم تشرکون، آن مخلوقاتی که شما اونا را شریک می ساختین با الله، شریک میکردین اونها را، من دون الله، بغیر از الله. قالوا، میگویند که ضلوا، گم شدن، عنا، از ما، بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکه ما هیچ چیزی را قبلا طلب نمیکردیم و دعا نمیکردیم. انکار میکنن، دروغ میگوین، قبل از ما دعا نمیکردیم یا الله بغیر از تو دیگر را. کذالک، الله متعال میگه اینمی قسم، یضل الله الکافرین، گمراه میکند الله کافران را. ذالکم، جزای عذاب به خاطر چی است؟ بما کنتم تفرحون فی الارض، به خاطر از اینکه در زمین بسیار تفرحون، خوشحالی میکردین، فی الارض، در زمین، بغیر الحق، ناحق. و بما کنتم تمرحون، ما به خاطر از اینکه در زندگی دنیا بسیار مرح و غرور میکردید. ادخلوا، داخل شوید، ابواب جهنم، به دروازه های جهنم، خالدین فیها، همیشه می باشند در آن، فبئس، بسیار زشت است، مثوى المتکبرین، جایگاه متکبران. فاصبر، پس صبر بکن ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، ان وعد الله حق، یقینا که وعده الله حق است. فاما نرینک، پس اگر ما نشان بتیم برای تو، بعد الذی نعدهم، بعضی از آنچه را که برشان وعده میتیم، او نتوفینک، یا ای که تو را وفات بتیم، قبض روح بکنیم، فالینا یرجعون، در هر حالت اونا به سوی ما رجوع میکنن. ولقد ارسلنا، و یقینا که ما فرستادیم، رسولان، پیغمبران را، من قبل، که قبل از سوی رسول الله صلی الله علیه و سلم، منهم، بعضی از پیغمبران، من کسانی بودند که قصصنا علیک، بیان کردیم امو واقعیت های زندگیشان را، و منهم، و بعضی از پیغمبرای هست بودن که من کسایی بودن که لم نقصص علیک، که ما برای شما بیان نکردیم. پس کل پیغمبرا که در حدود 1,24,000 کم و بیش است، ما کلش قصایش بیان نکردیم و خبرایش کلش براتون بیان نکردیم، بلکه امو قسمت هایی که برای شما بسیار مهم است و پند آمیز سوره بیان کردیم. و ما کان لرسول، و شایسته نیست برای یک پیغمبر، ان یأتی بآیت، که بیاورد یک معجزه را، الا باذن الله، مگر به اجازه و به حکم الله. پیغمبر نمیتونه از دل خود کار را بکنه. فاذا جاء امر الله، وقتی که باز امر و حکم الله آمد، قضی بالحق، فیصله میشه با انصاف و حق، و خسر هنالک المبتلون، باز خساره میکنن در اون صورت در آنجا، المبتلون، مردمایی که در باطل هستن یا اهل باطل.
الله الذي، الله متعال دلائل قدرت خدا، دلائل وجود خدا، دلائل عظمت خدا، دلائل وحدانیت خدا در مخلوقات بیان کرده میره تا که انسان خوب الله را بشناسه و انسان الله طلب میکنه که توحید در تفکر بسیار در نظر داشته باشه. الله میگه چرا فکر نمیکنین تا بشناسید که الله او ذات است که جعل لكم الانعام، خلقت بر شما حیوانات را لترکبوا منها، بعضی از اونها را شما من حیث وسایل ترانسپورتی استفاده میکنین و منها تأکلون، و بعضی از اونها را وسایل تغذیه غذا میخورین. ولکم فیها منافع، و در حیوانات منفعت های دیگی اقتصادی هم است، از پشمشان، از پوستشان، بوت، لباس، بالاپوش، لباس های مختلف، تکه های مختلف ساخته میرین. این منافع مختلف است. ولتبلغوا علیها، ولتبلغوا، و تا که برسید علیها بر آن، حاجت خود را، فی صدورکم که در سینه های شماست. حتی بسیاری علاقمندی های قلبی شما دارین. بعضی کسا از حیوانات خوش دارن، دوست دارن از حیوانات مختلف داشته باشن بر علاوه استفاده اقتصادی و استفاده ترانسپورتی. و علیها و علی الفلک تحملون، همچنان شما برای حیوانات و بر کشتی ها حمل میشین. و یریکم آیاته، الله متعال نشان میده بر شما نشانه های قدرت خود را. فای آیات الله تنکرون، پس از کدام یک از آیات الله انکار میکنین؟ افلم یسیروا فی الارض، الله متعال اینا چرا سیر نمیکنن فی الارض در زمین، فینظروا، پس نظر بکنن با چشم خود ببینن، کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، که چگونه بود عاقبت کسانی که قبل از اینا بودن، کانوا اکثر منهم و اشد قوة و آثارا، میگه او کسایی که قبلا بودن و هلاک شدن یا اکثر منهم، از یا کده زیادتر بودن تعدادشان، و اشد قوة، قوتشان هم از یا کده بسیار زیاد بود، و آثارا، و آثارشان، آثار علمی و انجینری و ساختمانی و تکنیکی و تکنولوژی و تمدنشان از اینا کده چی بود؟ فی الارض در زمین از یا کده بیشتر بود. فما اغنا عنهم، پس منفعت نکرد از ایشان، ما کانوا یکسبون، آن چیزی که اونا ساخته بودن، نه ساختمانشان نه تکنولوژیشان. فلما جاءتهم رسولهم، وقتی که آمد برشان یا آورد برشان پیغمبرانشان بالبینات، معجزات بسیار روشن را، فرحوا بما عندهم من العلم، بازیا خوشی کردن با آنچه که پیشان علم است، علم الله را، علم کتاب، علم سنت، ایره مسخرگی میکردن. اما علمی که خودشان داشتن، یک چهار تا ساختمان یا یک چهار تا چیز ساخته بودن، به او بسیار افتخار میکنند و خوشحال بودن. و حاق بهم، باز احاطه کرد ایشان را، ما کانوا به یستهزئون، آنچه که آنان با آن استهزا میکردن. فلما، پس هنگامی که رأوا بأسنا، اینا دیدن عذاب ما را، قالوا آمنا، میگن گفتن که آمنا بالله وحده، ایمان آوردیم به الله و یگانگیش، و کفرنا بما کنا به مشرکین، و کافر شدیم به آن چیزی که ما با او مشرک بودیم. فلم یک ینفعهم ایمانهم، باز در این صورت منفعت نمیرسند برشان ایمانشان. لما، وقتی که رأوا بأسنا، عذاب ما را دیدن دیگه، پرده غیب کنده شد، عذاب آسمانی نازل شد، این وقت باز دیگه منفعت نمیکنه برشان چی؟ ایمانشان. سنت الله التي، این سنت و طریقه و روش و منهج الهی است که بعد از دیدن عذاب الهی باز چی نمیشه؟ باز دیگه ایمان قبول نمیشه. سنت الله التي قد خلت فی عباده، سنت الله هست که گذشته از در بنده هایش. هر کسی بر شریعت الله تکبر کنه، الله همین قسم را ذلیل میسازه و عذاب برش نازل میکنه. و خسر هنالک الکافرون، در اون صورت باز کی نقص میکنه؟ خسران و نقصان میکنن الکافرون، کافران. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك و اتوب الیک.